سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 18 دکبر همراه شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت حضور نظامی کشورش در قرقیزستان و تاجیکستان درست و ضروری است. او در نشست خبری سالانه‌اش در شهر مسکو گفت روسیه فقط در دو کشور پایگاه نظامی دارد که هر دو کشور در برابر خطرهای تروریستی آسیب پذیر هستند. ما در تاجیکستان نیز پایگاه داریم که در مرز با افغانستان جایگیر شده است. فکر میکنم به منفعت شما نیز هست که در آنجا آرامی باشد. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با بیشتر از 7000 سرباز بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور است. بر اساس سازشنامه دوجانبه که سال 2012 امضا شد، پایگاه نظامی روسیه باید تا سال 2042 در تاجیکستان بماند. سوزان الیوت سفیر امریکا در دوشنبه گفت از همکاری‌های تاجیکستان و امریکا در سال 2014 قناعتمند است و سعی خواهد کرد تا این همکاری‌ها سال آینده گسترش یابند. خانم الیوت روز 18 دکبر در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از جمله همکاری‌ها در ساحه امنیتی را مثال آورد و گفت امریکا همچنان به تاجیکستان برای پاسبانی مرزها و مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. خانم الیوت گفت امریکا خواهان آن است که تاجیکستان با کشورهای دیگر جهان نیز همکاری‌های سودمند داشته باشد. در شهر دوشنبه بخشیده به روز بین المللی مهاجر یک نشست با شرکت مقامات رسمی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی برگزار شد. مقامات تاجیکستان در این همایش گفتند حکومت برای حمایت حقوق مهاجران سعی و کوشش می‌کند و برای همین سال 2002 عهدنامه بین المللی سازمان ملل درباره حمایت حقوق مهاجران کاری را تصویب کرده است. اما سازمان‌های حامی حقوق میگویند دولت تاجیکستان برای حمایت حقوق بیشتر از 1 میلیون مهاجران کاری در روسیه به قدر کافی سعی نمی‌کند و برای همین صدها هزار نفر مهاجران در شرایط طاقت فرسا و بی‌حقوقی در روسیه کار و زندگی می‌کنند. با نظر داشت صدها میلیون نفر مهاجران کاری در سراسر جهان، سازمان ملل سال 2000 روز 18 دکبر را روز بین المللی مهاجر اعلام کرد. اسکندر صالح‌زاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید یگان نفر از شهروندان تاجیکستان در صف جدایی خواهان علیه نیروهای حکومتی در شرق اوکراین نمی جنگند. او روز 17 دکبر در صحبت با خبرنگاران گفت مقامات تاجیکستان هویت 10 نفر جوان تاجیک را که به سوریه رفته و به صف گروه‌های افراطی پیوستند معلوم کردند. سوریه کمتر از 200 نفر که امروز زیاد از 50 نفر اونها از طرف مقامات داخلدار معین کرده شدند و نسبت همه اونها موادهای لازمه از طرف مقامات حفظ حقوق ترتیب داده شده است. این کار مواد یعنی پرونده نظارتی. سلامت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند جوانان تاجیک عمدتاً هنگام مهاجرت کاری در روسیه به دام گروه‌های تندرو می‌افتند و از آنجا به جنگ سوریه می‌روند. دادستانی نظامی شهر خوجند به ضد خورشید قابلوف سردار سابق کمیسریت حربی شهر پنجکند پرونده جنایی باز کرده است. به گفته دادستان‌ها خورشید قابلوف به لطوکوب عبدالجبار رستموف پدر یک دعوت شونده به ارتش و رفتار دیگر غیر قانونی متهم می شود. جبردیده رستموف که از ضرب مشت کمیسر 7 دندانش شکسته است روز 18 دکبر بر رادیوی آزادی گفت دوای آدم آمد پیش منبع بخشید گفت که من همه خیلی شدم خودم کرای کارم من اصلا و شایمانه بخشش خطر اشخاص باشد من میبردارم گفته سرطان تمگیره فکرم در کار باشد یک باشد من راست گفت من میبرم خواهد بیشنبه خواهد خوجم گفت خواهد حاضر روید حاضر خواهد دیگر رفت من میرم همه خرجات میبردارم. وزیر دفاع تاجیکستان روز 16 دکبر خورشید قابلوف را برای فرارفتن از صلاحیت‌های خدمتیش از مقامش برکنار کرد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.